یه دسته میگفتم نباید بچه ازتون خشم داشته باشه، ولی در مواقعی پیش میاد که بچه بهتون میگه من ازت متنفرم مامان، تو خیلی بدجنسی، چرا بچه دیگران گوشی دستشه من الان نباید گوشی داشته باشم؟ اشکال نداره، بذار به عنوان مادر بچه‌م بیاد برگرده به من میگه تو خیلی بدجنسی، بجاش من دوردست ها رو میبینم، اون لحظه شاید ناراحت بشم، غمگین بشم، ولی من میخوام برای آیندهش تلاش کنه، یاد بگیره، مسئولیت پذیر بشه. وقتی شما میان کلینیک و میگی بچه من تمرکز نداره، درسش خوب نمیخونه و پرخاشگره، میدونی اولین چیزی که تو ذهن من میاد چیه؟ اینکه شما یه سر گوشی دادین دست بچه و بچه باعث میشه ترشح ملاتونین مشکل ایجاد بشه و بچه شما تو تمرکز خوابش به هم میریزه و سر کلاس خوابش میاد، بی‌حوصله است و تمرکز نداره.